سلام دوستان عزیزم، سحر هستم از پیج فالستان سحر در خدمتتون هستم. فال احساسی اردیبهشت ماهی رو نیت کردم ریختم. اردیبهشت ماهی عزیزم، اگر این فال به دردت خورد و واقعا دیدین که کارتایی که انداختم واقعا تا حدودی با خصوصیات شما، با رابطه احساسی که الان درش هستین، با افکار شما هماهنگی داره، برای شنیدن جزئیات بیشتر میتونین بهم دایرکت پیام بدین یا پیام بذارین. ممنون میشم. منو لایک کنین، سابسکرایب کنین، متشکرم ازتون. اردیبهشت ماهی عزیز، تو رابطه احساسی دارم کارتایی که انداختم دارم میگن که با فرد مورد نظرتون اختلاف عقیده دارین. یعنی انگار شما به یه سری مثل، اگه بخوام عامیانه تر بگم، انگار که توی دو تا تربیت مختلف بودین که افکارتون، عقیده هاتون یک کم با هم متفاوته و این میان توی این رابطه ماسکی زده شده. اگه بخوام صادقانه کارتا رو براتون بخونم، یکی از دو طرف واقعیت هایی رو پنهان کرده از ترس اینکه فکر میکنه اگه این واقعیت ها نمایان بشه، طرف مقابل از این رابطه خارج میشه و ممکنه این رابطه رو به هم بزنه. داره بهتون میگه که رابطه احساسی بینتون عالیه، یعنی اون حس نزدیکی، حتی من میتونم بهتون بگم رابطه چه میدونم احساسی نزدیک، سکس وجود داره، ولی یه حسی که توی بین این دو نفر هست، اردیبهشت ماهی عزیز، یه حسیه که تهش دلشوره‌ای دارین، یعنی انگار نمیتونین به هم اعتماد کنین. امیدوارم که گوشه ای از اطلاعاتی که بهتون دادم واقعا به دردتون بخوره و مصداق داشته باشه براتون و امیدوارم روزای عالی تری رو در پیش داشته باشیم. پیشا پیش سال جدید رو بهتون تبریک میگم.